سلام، خسته نباشید. این ارائه متاسپلویتبل 2 هستش برای درس مبانی رایانش امن. خب، همونطور که سر کلاس هم توضیح دادیم، متاسپلویتبل ماده شبیه سروره، یه لینوکس دیستریبیوشنی هستش که عمدن همه نقضای امنیتی توش وجود دارن، واسه اینکه ما بتونیم یه سری آزمایش‌ها و یه سری آموزش‌ها رو با استفاده از این اه، لینوکس دیسترو انجام بدیم. خب، اه، برای انجام این آزمایش ما به چند تا چیز نیاز داریم. یکیش اینه که ما باید متاسپلویتبل 2 رو اه، روی ویرچوال ماشینمون داشته باشیم و همچنین کالی رو روی یه ویرچوال ماشین دیگه و این دوتا رو با هم باز کنیم. خب، اول بیایم متاسپلویتبل 2 رو باز کنیم و بیمارش رو شروع کنیم، ببینیم به چه شکل هستش. اه، فکر کنم حدود 8 گیگ فضا میخواد و حالا 1 گیگ هم واسهش کافیه، چون اه، چیز سنگینی نیستش. خب، حالا ببینیم تا این داره بالا میاد. خب، یکم طول میکشه چون همه اینا روی ویرچوال ماشین هستش. خب، بالا اومد. خب، لاگین یوزرنیم و پسوردمون MSF ادمین هستش. برای متاسپلویتبل 2 MSF ادمین به عنوان پسورد وارد محیط میشیم. اینو یکم بزرگتر کنم. ببینم اینم میتونم بردارم، فکر نکنم میشه. خب، اینجا ما میتونیم مثلا تایپ کنیم if config، ببینیم که IP آدرس متاسپلویتبلمون چی هستش. خب، اینو تایپ کردیم، میبینیم که آدرس IP مون 192.168.152.129 هستش. خب، ما از این آدرس IP استفاده میکنیم که با استفاده از ماشین کالیمون به متاسپلویتبل یه سری اتک ها رو انجام بدیم، مثل اکسپلویت ها رو انجام بدیم و میتونیم یه سری اسکن و اینا هم انجام بدیم. خب، حالا ماشین لینوکس کالی لینوکس هم شروع میکنیم. این هم یکم طول میکشه. بعد من آموزش نصب این دوتا رو هم توی داکیومنت نوشن گذاشتم که اونم توی دیسکریپشن ویدیو یوتیوب میذارم. خب، کالی لینوکسمون یوزر پسوردش کالی هستش. اینو وارد میکنیم، وارد میشیم. این محیط کالی لینوکس هستش. اینجا یه ترمینال باز میکنیم. من اینو یکم بزرگ کنم. خب، اینجا میتونیم تست کنیم ببینیم که if کافینگمون چیه. این آدرس آی پی کالیمون هستش. اگه یادتون باشه آدرس آی پی متاسپلویتبل همینه، ولی اینش 129. خب، تست کنیم ببینیم آیا این ماشین ها همدیگه رو میبینن یا نه. خب، اگه یه پینگ انجام بدیم میبینیم که بله، همدیگه رو میبینن. یعنی ماشین کالی میتونه متاسپلویتبل رو ببینیم. خب، اولین کاری که ما انجام میدیم استفاده از Nmap هستش. Nmap یه ابزاری که برای اسکن کردن سرویس هایی که داره ران میشه روی سرور و پورت های باز و اینا به ما کمک میکنه و به صورت پیشورد روی کالی لینوکس هستش. طریقه استفادهش اینه که ما کلمه کلیدی Nmap رو مینویسیم، میخوایم سرویس ورژن ها رو ببینیم، واسه همین از فلگ دش SV استفاده میکنیم و IP آدرس تارگتمون یا ماشین هدفمون که اینجا همون متاسپلویتبل 2 هستش، 152.129.
یکم طول میکشه. اینجا اسکن رو انجام دادیم. بریم بالاتر. اینجا پورت ها رو میبینیم، پروتکل ها رو اینجا میبینیم، نوع سرویسی که داره ران میشه. مثلا پورت 21 واسه FTP، 22 واسه SSH، مثلا پورت 25 واسه SMTP هسته که ما از این پورت 25 برای اولین اکسپلویتمون استفاده میکنیم. میخوایم دسترسی پیدا کنیم به سرویس SMTP که روی متا اسپلویتبل ران میشه. سرویس SMTP یه پروتکل ساده است برای اه، حساب انتقال ایمیل و اینا. یه سرور میل هستش. خب اه، ما روی کالی لینوکسمون یه فریمورکی داریم به اسم متاسپلویت. اسمش شبیه متاسپلویتبل هستش ولی این متاسپلویت اسمش. یه فریمورک خیلی جامعی هستش برای پن تستینگ، واسه اکسپلویت کردن. البته همه اینا در راستای بحث امنیت انجام میشه، برای سوء استفاده نیستش. و واسه شروع این فریمورک ما کلمه کلیدی MSF کنسول رو مینویسیم، اینتر رو میزنیم، یکم طول میکشه. و وقتی که این MSF6 اومد یعنی ما میتونیم دستوراتمون رو تایپ کنیم. خب بحث بعدی که تو این ارائه خیلی مهمه استفاده از کلمه کلیدی grep یا grep و سرچ هستش. خب GREP یا grep واسه این بکار میره که ما میخوایم وقتی یه چیزی رو سرچ میکنیم ریزالت ها رو فیلتر کنیم. نتایجی که به ما نشون داده رو ما فیلتر میکنیم که اه، تعداد نتایجمون بعضی موقع زیاده، میخوایم فقط یه سریشو ببینیم. حالا همونجور که توضیح داده ما اول میخوایم به سرویس SMTP متاسپلویتبل یه حمله رو انجام بدیم. خب میایم از این عبارت استفاده میکنیم و من توضیح میدم. این به این معناست که بیا تو توی فریمورک متاسپلویتمون که روی کالی لینوکس هست سرچ کن واسه کلمه SMTP، ببینیم چه ابزارهایی در رابطه با این SMTP وجود داره. و خب بیا چیکار کن، بیا نتایج رو با استفاده از کلمه کلیدی اسکنر فیلتر کن. یعنی اون کلمه، اون نتایجی که توشون اسکنر هست رو به ما نشون بده. اینو اینتر میزنیم و میبینیم که اه، این چند تا نتایج رو به ما نشون داده. ما میخوایم از این نتیجه 41 استفاده کنیم، از این ماژول 41 استفاده کنیم. و این ماژول به این به کاری میخوره که ما ببینیم روی این سرور SMTP ما چه یوزرهایی رو داریم. با استفاده از یه فایل دیکشنری میاد سرچ میکنه ببینه که ما چه یوزرهایی رو روی این سرور SMTP داریم. خب ما برای اینکه بتونیم از این ماژول استفاده کنیم از کلمه کلیدی یوز استفاده میکنیم و شماره ماژولی که اینجا داریم که اینجا 41 هستش. یوز 41 رو میزنیم، ماژول رو واسه ما انتخاب میکنه. اولین کاری که شما بعد از انتخاب ماژول انجام میدین اینه که میاین آپشنزاش رو نگاه میکنیم ببینیم که این ماژول چه گزینه هایی رو داره و ما باید چه گزینه هایی رو پر کنیم. اینجا شو آپشنز رو میزنیم، میبینیم که اینجا ما یه گزینه به اسم R host داریم که requiredش yes هستش، یعنی به این معنی است که این فیلد اجباری هستش و باید حتما پر بشه.
و خب اینجا پر نشد. این آر هاوس هم شما هر جا اینو دیدین توی متاسپلویت به این معنی هستش که آی پی آدرس ماشین تارگتمون چیه. این آر هاوس همون آی پی آدرس ماشین تارگتمون هستش که ما اونو الان پر میکنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره این یوزر فایل هستش که حالا این مسیریه که یه فایل تکست قرار داره. این فایل تکست چیه؟ یه فایلی پر از یوزرنیم های معروف که به ما کمک میکنه یه دیکشنری اتک رو بر علیه این سرور SMTP انجام بدیم و میاد تک تک این فایل ها رو. حالا من میتونم اینو بهتون نشون بدم. برگردیم تک تک این یوزر رو چک میکنه ببینید کدومشون توی سرورمون موجود هستش. یوزر شیر متاسپلویت فریمورک دیتا و ورد لیست. متاسپلویت فریمورک دیتا ورد لیستمون و بکنم اسم فایلم یوزر یونیکس بود. یوزر اندرلاین یونیکس. اسم فایل رو چک کنم. یونیکس اندرلاین یوزرز. واسه پیدا نمیکنه ببینم. دیتا ورد لیست. این فایل. اگه این فایل رو باز کنیم میبینیم که من اینو یکم بزرگتر کنم پر از یوزرنیم های معروفی که اکثرا استفاده میشه و استفادهشون زیاده. مثل چه میتونم چک افس، چک سیرس، کرونی، کلرود، هرچی. برگردیم به ماژرمون. همونجوری که گفتم من باید این آپشن آر هاست رو ست کنیم. واسه ست کردنم لازمه که کلمه کلیدی ست رو بنویسیم، اون فیلدی رو که میخوایم پر کنیم و مقداری که میخوایم قرار بدیم که آی پی آدرس تارگتمون هستش اینجا 152 129. این ست شد. من میتونیم دستور run یا exploit رو بنویسیم تا این ماژول کارشو شروع کنه. خب این دستور یکم طول میکشه. اینو اجرا میکنم. فکر نکنم اینو توی ویدیو کات کنم. خودتون میتونیم چند دقیقه اینو ویدیو رو جلو بزنین تا دستور رو ببینیم. خب این دستور اجرا شد. من ویدیو رو پاز کردم، ریکوردینگ رو پاز کردم که تا دستور اجرا بشه. میبینیم که اینجا نوشته users found. این یوزر ها پیدا شده: backup، بین، دیمن، FTP games، IRC و غیره. خب ما میتونیم که توی داکیومنت هم همه اینا رو توضیح دادم. ما میتونیم با استفاده از پروتکل تلنت به این سرور SMTP وصل بشیم و یه راستی آزمایی انجام بدیم که ببینیم آیا این یوزرها واقعا وجود دارن یا نه، یا این ماژول یه نتیجه اشتباه رو به ما داده. خب با کنترل Z از متاسپلویت خارج میشیم. پروتکل تلنت رو فراخوانی میکنیم. آدرس آی پی دستگاه تارگتمون یا اون سروری که SMTP توش قرار داره و شماره پورتمون که 25 هستش. خب الان به سرور SMTP وصل شدیم. میتونیم با استفاده از Verify یا VRFY
چک کنیم ببینیم مثلا آیا یوزر گیمز وجود داره یا نه. خب وقتی این نتیجه رو به ما برمیگردون یعنی یوزر وجود داره. حالا میتونیم چک کنیم ببینیم که مثلا این یوزر وجود داره یا نه. خب وقتی این کد 550 رو به ما برمیگردونه یعنی یوزر وجود نداره. اینجا هم نوشته recipient address rejected user unknown in local recipient table. خب، با استفاده از کنترل Z از این کنترل نمیدونم چرا گیر کرده الان خارج نمیشه از این اه، تلنت. میتونیم کنسول رو یه بار دیگه باز کنیم و به ادامه آزمایش ها برسیم. خب بحث دیگه ای که هست، شما همیشه لازم نیست از این متاسپلایت استفاده کنین. میتونیم مثلا یه سری از ایراداتی رو که روی سرور هست با استفاده از براوزر پیدا کنیم. البته همین ایرادات رو میتونیم با استفاده از متاسپلویت پیدا کنیم که فکر کنم به عنوان یک پنتستر، کسی که تست نفوذ انجام میده، شما بهتره که از ابزار متاسپلویت استفاده کنیم. بالا ما میتونیم توی براوزر سرور متاسپلویت بلمون رو نگاه کنیم ببینیم به چه شکل هستش. میبینیم که متاسپلویتبل در اصل یه سروره که اگه آی پیشو وارد کنیم میتونیم وارد پیجش بشیم. خب اه، یه نکته خیلی مهمی که بعضیا فراموش میکنن و میتونه یه آسیب پذیری جدی باشه اینه که شما یه فایلی رو داریم به اسم php info.php. این فایل باید توی یه دایرکتوری امن باشه یا پسورد پروتکتد باشه و هر کسی نتونه به این دسترسی پیدا کنه. ولی همونطور که اینجا میبینیم توی متاسپلویتبل این دایرکتوری خیلی راحت اه، در دسترس هستش و ما میتونیم اینجا بیایم و ورژن PHP مون رو ببینیم. حالا شما بگین خب این ورژن PHP چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینجاست که ما میتونیم با استفاده از CVE ها و یه سرچ ساده بفهمیم که این ورژن مخصوص PHP چه مشکلات امنیتی داره و از اون مشکلات امنیتی سوء استفاده کنیم. و خب این چیز این چیزی که ما نمیخوایم اتفاق بیفته، واسه همین نباید این اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیره. اه، بحث بعدی اینه که اگه شما توی مثلا فایرفاکس بیاین منو رو باز کنیم بریم توی More Tools و Web Developer Tools و قسمت نتورک رو یکم بزرگتر کنیم. اگه سایت رو یه ریفرش کنین میبینی اینجا که اه، توی این استاتوس کدی که دریافت کردیم ما یه ریسپانس هدر داریم و یه ریکوست هدر داریم. اینا خب یه چیز طبیعیه، نحوه کار وب هستش. ولی شما باید دقت کنین که نسخه مثلا آپاچیتون و نسخه پی اچ پی تون نباید توی ریسپانس هدر وجود داشته باشه. این اطلاعات نباید اینجا به این راحتی قابل دسترسی باشه. و خب یه سری کانفیگار رو باید انجام بدین که این نسخه PHP و آپاچیتون توی قسمت ریسپانس هدر نباشه. و بازم تکرار میکنم این اطلاعات نباید در دسترس عموم باشه، چون اگه یه هکر یا فرد مخربی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه میتونه به راحتی سیستم شما رو اکسپلویت کنه و کار مخربی رو روی سیستمتون انجام بده یا روی سرورتون انجام بده. این یه بحث.
اینم فایل PHP اینفو هستش. خب فایل دیگه ای که باید پسورد پروتکتد باشه، فایلی هست به اسم robots.txt. این چیه؟ این یه فایلیه که به گوگل یا به سرچ انجینا میگه که شما این دایرکتوری ما رو توی ریزالت سرچات قرار نده. مثلا اینجا گفته که یوزر ایجنتمون ستاره باشه، یعنی همه یه سرچ انجینا شما دایرکتوری پسورد config.inc و اینا رو توی سرچ ریزالتتون قرار ندید. خب که منطقی هست، شما نمیخواین کسی که داره رندوم سرچ میکنه به دایرکتوری پسورد شما دسترسی پیدا کنه. ولی خب مشکلی که اینجا داریم اینه که خود این فایل robots.txt هم باید توی یه دایرکتوری پسورد پروتکتد بذاریم، دایرکتوری که پسورد نیاز داره و به راحتی نباشه که ما توی قسمت URL اسم فایل رو بنویسیم و بهش دسترسی پیدا کنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میتونیم به راحتی مثلا اینو بزنیم و وارد این دایرکتوری پسورد بشیم و میتونیم همه پسوردهایی رو که مثلا این شخص ذخیره کرده ببینیم. ولی یه مشکل امنیتی دیگه هم که وجود داره و اینجا خارج از اه، حوصله مطلب ماست، اینه که این پسوردها هیچ کدومشون هش نشدن و خب این پسوردها باید هش بشن. و همینطور میتونیم مثلا فایل کانفیگ هم دوباره اینجا ببینیم که به اینا میگن bad practice یا کاری که یه توسعه دهنده وب خوب انجام نمیده. اینم کانفیگ، فایل کانفیگ ما هستش که به راحتی در دسترسمون قرار داره. خب حالا همین کارهایی رو که ما اینجا با وب براوزر انجام دادیم، شما میتونید به عنوان یه پنتستر با استفاده از متاسپلویت انجام بدیم، با استفاده فریم ورک متاسپلویت انجام بدیم. واسه این کار لازمه که متاسپلویت رو اجرا کنین. ما یه سرچ انجام بدیم واسه ماژول‌های مربوط به HTTP ورژن. خب ما یه دونه ماژول پیدا کردیم، ماژول رو انتخاب میکنیم با استفاده از دستور use. ماژول که انتخاب شد، اولین کارمون اینه که show options رو اجرا کنیم، ببینیم که چه options هایی داریم. اینجا هم our host رو داریم که required هستش، فیلد اجباری هستش ولی ست نشده. خب ما اینو ست کنیم. گفتیم که our hostمون IP آدرس ماشین تارگتمون هستش یا IP آدرس تارگتمون هستش. باید کلمه کلیدی our host رو هم بنویسیم که بدونه داریم چه چیزی رو ست میکنیم. خب اینو ست کردیم، میتونیم از ران استفاده کنیم که این ماژول اجرا بشه و اینجا به راحتی دسترسی پیدا کردیم به ورژن آپاچیمون و ورژن PHP. همون کاری که توی براوزر انجام دادیم توی متاسپلویت هم همون کار رو تکرار کردیم. خب اه، حالا ما مثلا داریم یه کار پنتست رو انجام میدیم و ما به اطلاعات ورژن PHP و ورژن آپاچی دسترسی پیدا کردیم. کار بعدی که انجام میدیم اینه که میخوایم ببینیم چه ماژولایی توی متاسپلویت برای اکسپلویت کردن این ورژن آپاچی و این ورژن PHP وجود داره و این کار رو با استفاده از کتابخونه سرچ اسپلویت انجام میدیم. سرچ اسپلویت چیه؟ سرچ اسپلویت یه مجموعه از اکسپلویت هایی هستش که اه، روی دستگاه کالی لینوکس قرار داده شده و مثلا
اکسپلویت های مربوط به ورژن های مخصوصی از آپاچی یا PHP. همطور که میبینیم ورژن آپاچیمون 2.2 هست، 8 هستش. اینو سرچ میکنیم و بهش میگیم بیا بگرد توی کتابخونه سرچ اکسپلویت های مربوط به آپاچی ورژن 2.2.8 رو پیدا کن و اون اکسپلویت هایی که توشون کلمه کلیدی PHP هست رو به ما برگردون. ما اگه اینو بزنیم میبینیم که خب دوتا اکسپلویت پیدا شد. اولیشون CGI بین ریموت هستش. CGI بین ریموت یه مشکل امنیتی توی PHP هستش که با استفاده از HTTP هدرامون میتونیم یه سری کد مخرب رو همراه با ریکوستامون بفرستیم. خب توی داکیومنت ها همه اینا بازم توضیح داده شده. اینجا وقتی ما اینو دیدیم این نتایج کتابخونه سرچ اسپریت هستش. باید همین رو توی متا اسپریت هم سرچ کنیم تا بتونیم ماژولش رو انتخاب کنیم. ما سرچ میکنیم واسه PHP. ببینیم دستورش اشتباه ننوشتم. ببخشید دستورش به این شکل هست: جیرپ CGI PHP 5542. من دستورش یه جای اشتباه کرد. بله، بعد اینجا از سرچ هم استفاده کنیم. خب حالا من چرا نوشتم PHP ورژن 542؟ ما ورژن PHP مون 524 بود اگه دقت کرده باشیم. به این دلیلی که عنوان این ماژول این هستش و اینجا که نوشته آپاچی به اضافه PHP فلان ورژن و CGI بین ریموت، یعنی این مشکلات امنیتی و این اکسپلویت برای PHP هایی که ورژنشون از 5312 و 542 کمتره وجود داره. حالا ما اینجا دقیقا ورژن 524 رو ننوشته، به صورت کلی گفته که واسه PHP هایی که ورژنشون از 542 کمتره و عنوان اکسپلویتمون هم این هستش. واسه همین ما اینجا 542 رو نوشتیم. سرچ رو میزنیم میبینیم که بله یه اکسپلویتی وجود داره به اسم PHP CGI arg injection. این arg مخفف آرگومنت یا آرگومان هستش که این اکسپلویت چی کار میکنه. اکسپلویت میاد همونطور که توضیح دادم توی ریکوستی که ما به PHP میفرستیم یه کد مخرب رو قرار میده و این کد رو توی PHP تزریق میکنه. حالا مثلا این کد مخرب اینجا میتونه چیزهای مختلفی باشه. بالا یه نمونهش رو بهتون نشون میدیم. خب ماژول رو انتخاب میکنیم و شما وقتی ماژول رو انتخاب میکنیم اینجا خودش نوشته no payload configured defaulting to PHP interpreter reverse TCP. خب این پیلود چی هستش؟ این پیلود همون کد مخربی هستش یا همون اسکریپتی هستش که شما میتونین اینجکت کنین یا تزریق کنین. خب ما توی متاسپلویت پیلودهای مختلفی رو داریم. این خودش به صورت پیش‌فرض از این پیلود استفاده کرده. این پیلود چیه؟ این پیلود میاد از یه افزاری به اسم مترپرتر استفاده میکنه که من توضیحاتش رو توی داکیومنت نوشن قرار دادم و یه کانکشن ریورس TCP اجرا میکنه. کانکشن ریورس TCP به این شکل هستش که دستگاه هدفمون یا تارگتمون که اینجا متاسپلویت لول 2 هستش با استفاده از اون کد مخربی که ما به PHP تزریق میکنیم میاد اون دستگاه تارگتمون یه درخواست به دستگاه میزبان یا هوست یا اتکر میفرسته
و خب دستگاه اتکر این درخواست رو قبول میکنه و با استفاده از اون درخواست میتونیم متاسپلویتبل 2 یا تارگتمون رو کنترل کنیم. ما اینجا شو آپشنز رو میزنیم. این قسمت ال هست و ال پورت مربوط به دستگاه اتکر هستش. آر هست هم که required هستش ولی ست نشده، اینو بعدا باید ست کنیم. و پیلود آپشنز هم که همون پیش‌فرضی هستش که بالا توضیح دادم. خب ما بیایم این آر هست رو که همون آی پی دستگاه هدف هست رو ست بکنیم و اکسپلویت رو بزنیم. خب ما وقتی اکسپلویت رو زدیم الان به دستگاه هدفمون وصل هستیم و اینو با استفاده از یه مترپرتر انجام میدیم. مثلا من میتونم تایپ کنم ls-all که تموم دایرکتوری ها رو واسه ما بیاره. این تموم دایرکتوری هایی که توی متا اسپلیتبل وجود داره. واسه بررسی این هم میتونیم بیایم توی خود متا اسپلیتبل و دستور ls-all رو بنویسیم. میبینیم که دقیقا همون دایرکتوری هستن که ما توی ماشین کالیمون تونستیم پیدا کنیم. حالا دیگه الان یک کانکشن برقرار شده. شما میتونین هر کد مخربی رو یا هر تغییراتی رو که میخواین روی دستگاه متاسپلویتبلتون با استفاده از این مترپریتر انجام بدین. اینجا هم طریقه تزریق کد رو توضیح دادیم و اینجا هم توضیحاتی مربوط به این مترپریتر هستش که اصلا چیه و اینجا چرا استفاده میشه. خب بحث بعدیمون، من از این خارج بشم. بحث بعدی مربوط به پورت VNC هستش یا پروتکل VNC هستش که روی پورت 5900 اجرا میشه. VNC برای برقراری ارتباط ریموت هستش. مثلا خب شما یه سرور دارین، همیشه نمیخواین به صورت فیزیکی به سرورتون مراجعه کنین و حالا یه تغییرات روش انجام بدین. میخواین که با استفاده از یه ماشینی که یا یه لپتاپی که توی خونتون دارین به صورت ریموت وصل بشین به سرورتون و این کار رو با استفاده از VNC انجام میدین. و همونطور که حدس میزنین این میتونه یه آسیب پذیری خیلی بزرگ باشه اگه این پروتکل VNC امن نباشه و هر کسی بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. خب ما یه اسکن انجام میدیم ببینیم که مثلا این پورت VNC مون باز هستش یا وضعیتش به چه شکل هستش. واسه این کارم از nmap آدرس IP تارگتمون -sv و فلگ -p برای تعیین پورتمون استفاده میکنیم. 192 168 152 اینم آدرس IP تارگتمون هستش. -sv فلگی هستش واسه اینکه ما میخوایم سرویس ورژن ها رو ببینیم و -p هم برای تعیین پورتش هستش که ما نمیخوایم همه ی پورت ها رو سرچ کنیم، فقط بیا این پورت 5900 رو واسه ما اسکن کن و یا سرچ کن. خب اینو انجام دادیم و میبینیم که بله پورت 5900 پورتش اوپن هستش، ریستریکتد نیست، بسته نیست، اوپن هستش و این به اصطلاح یه کلو هستش که ما بیایم یه اکسپلویت روی این انجام بدیم یا یه آسیب پذیری اینجا احتمالاً وجود داره چون این پورتش باز هستش.
حالا یه سری توضیحات هم توی فایل در مورد پورت های اوپن و اینا هستش، چه پورت هایی باید باز باشن، چه پورت هایی باید بسته باشن. ما میایم توی متاسپلایتمون سرچ میکنیم ببینیم چه ماژول هایی برای اکسپلویت کردن VNC وجود داره. که من اگه یه سرچ VNC بزنم میبینیم که تعداد ماژول ها زیاد هستش. من میخوام از ماژول VNC لاگین استفاده کنم. این ماژول هستش، شمارش 0، انتخابش میکنیم Show Options. این چه ماژولی هستی؟ این ماژول میاد با استفاده از یه دیکشنری اتک پسورد VNC رو پیدا میکنه. که شما اگه یه پسوردی ناامن یا یه پسوردهایی هست که خیلی معروفه از اون استفاده کرده باشیم، ما خیلی سریع میتونیم اون پسورد رو پیدا کنیم با استفاده از این ماژول. با اینجام که آر هستمون رو باید دوباره ست کنیم. اینو ست میکنیم، ما اجرا را میتونیم ران رو بنویسیم یا مثلا اکسپلویت رو بنویسیم. اکسپلویت انجام شد و میبینیم که بله، از پسورد خیلی ناامنی استفاده کردن. پسوردمون همون پسورد هستش و ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از یه ابزاری به اسم VNC Viewer، که یه ابزار بدی نیستش، یه ابزاری که را خیلی استفاده میکنن، میتونیم به دستگاه هدفمون، دستگاه تارگتمون وصل بشیم. VNC Viewer رو مینویسیم، IP دستگاه تارگت از ما درخواست پسورد رو میکنه که من همون پسورد رو وارد میکنم و بله، الان عملا اینجا اومدیم وصل شدیم به متاسپلویتبلمون، چه میتونیم هر دستوری رو بنویسیم. مثلا who am I ببینیم که چه یوزری هستیم. بازم ls-all تمامی دایرکتوری ها رو واسه ما میاره و عملا این دستگاه متاسپلویتبلتون هستش، میتونید هر کاری رو انجام بدیم. و اگه سرورتون این پورت VNCش باز باشه و یا پسوردش ناامن باشه، یه نفر میتونه به این راحتی به دستگاه شما دسترسی پیدا کنه، به سرور شما دسترسی پیدا کنه. خب ما اینو میبندیم. این آزمایش هم تموم شد. خب آزمایش بعدی دسترسی پیدا کردن به MySQL هستش روی سرور هدفمون. خب اول ما یه سرچ انجام میدیم روی پورت 3306 که پورتی هستش که اکثر برای MySQL بکار برده میشه. خب این پورت باز هستش. اینم یه مشکل امنیتی دیگه هستش. ما میتونیم از یه ویژگی nmap که لود کردن اسکریپت هستش استفاده کنیم واسه اینکه یه اسکریپتی رو با استفاده از nmap به دستگاه تارگتمون بفرستیم. این دستور هم به این شکل انجام میشه: nmap داشتش script. من فکر نکنم بتونم اینو کپی کنم اینجا، تستش میکنم. کپی نمیشه. کنم شد. خب من اینو مرتب کنم. nmap رو می نویسیم داش اسکریپت و حالا اسکریپتی که میخوایم اجرا کنیم. این اسکریپت، ما کلی اسکریپت معروف داریم. شما خودتون هم میتونید اسکریپت بنویسین و توی این قسمت وارد کنیم. فقط لازمه که اونو توی یه دایرکتوری خاصی توی کالی قرار بدیم.
یعنی چیزی دیگه لازم نیست نه. خب اینجا میبینیم که دو تا یوزر رو واسه ما پیدا کرده، یوزر روت و یوزر گست. ما حالا میتونیم این یوزرها رو چک کنیم ببینیم که مثلا کدومشون پسورد ندارن. واسه این کارم میایم از یه اسکریپت دیگه به اسم MySQL empty password استفاده میکنیم. من این دستور رو قبلا امتحان کردم اکثرا کار نمیکنه، نمیدونم چرا. فکر کنم مشکلمون اینجا اینه که nmap یه نسخه خیلی جدیده و با اون نسخه قدیمی SQL یکم مشکل داره. من این دستور رو می نویسم ببین کار میکنه یا نه. و اینجا یه ارور داد، این دستور کار نمیکنه، ولی خب وقتی اینو انجام میدیم میفهمیم که یوزر روتمون هیچ پسوردی نداره و ما با استفاده از این دستور میتونیم به راحتی دسترسی پیدا کنیم به MySQL تارگتمون. من این دستور توضیح میدم. این دستور میگه که بیا از ابزار MySQL استفاده کن، با یوزر روت لاگین کن و لاگین کن به این آدرس و این داش داش اسکیپ SSL هم واسه این که یه اروری رو برطرف کنیم. خب گفته پسورد رو وارد کنیم، چون ما میدونیم پسوردش خالیه، فقط یه بار دیگه اینتر رو میزنیم و میبینیم که به راحتی تونستیم وارد سرور MySQL هدفمون بشیم. و خب اینجا ما میتونیم با استفاده از یه سری دستورات به اطلاعات داخل این MySQL دسترسی پیدا کنیم، ساختار MySQL رو بفهمیم و اینو میتونیم به عنوان یه مشکل امنیتی دیگه گزارش بدیم، چون هیچ کس نباید به سرور MySQL شما دسترسی داشته باشه و یا اصلا ساختارش هم بدونه. و مثلا اینجا ما از یه دستور خیلی ساده استفاده میکنیم که همه یوزرها رو به ما نشون میده و پسوردهاشون رو به ما نشون میده. مثلا میبینیم که یوزر روت همونطور که با استفاده از دستور قبلی چک کردیم هیچ پسوردی نداره. خب حالا به نظر من مهمترین و جذابترین آزمایش این ارائه این بحث بایند شل و ریورس شل هستش که ما میتونیم از دستگاه تارگتمون یه شل بگیریم. اینو سر کلاس واسهتون توضیح دادن. خب من این دستور رو کپی میکنم که سریعتر ویدیو رو تموم کنیم. یعنی با استفاده از nmap یه اسکن دیگه انجام میدیم ببینیم که آیا پورت 1524 بازه یا نه. بالا این پورت 1524 پورتی هستش که اکثرا برای ایجاد بکدور و اینا استفاده میشه و شما هر جا که دیدی این پورت بازه یعنی یه ایرادی هست، چون این پورت نباید باز باشه. هر جایی که بازه یعنی قطعا ما یه مشکلی داریم، یه مشکل امنیتی داریم.
اینجا میبینیم که برای این پورت باز هستش و سرویس باینشل یه سرویسی که خب اتکر ازش استفاده میکنه، یه سرویس چه میدونم مثل FTP و اینا نیست، یه سرویس تجاری باشه، یه سرویس معمولی باشه. سرویسیه که اتکرها یا افراد مخرب استفاده میکنن که به ماشین شما دسترسی پیدا کنن. خب حالا ما میتونیم با استفاده از نتکت که چیزی شبیه همون VNC هستش به این پورت دسترسی پیدا کنیم. واسه همین دستور انکت رو مینویسیم، IP هدفمون، چک کنم اینم دستور درسته. بله. حالا فکر کنم باید داش اسویرم بنویسم که اشتباه نکنم. بله. اینجا الان ما تونستیم به دستگاه تارگتمون وصل بشیم. یعنی الان ما یه حالا من نمیدونم چرا این ارور داد، چک کنم ببینم دستور رو درست نوشتیم یا نه. ببخشید دستور به این شکل هستش. اون داش پیو اینا واسه انمپه، واسه نتکت نیستش. به این شکل ما الان توی دستگاه تارگتمون هستیم، یه شل از دستگاه تارگتمون گرفتیم. اینجا من عملا اه، روی متاسپریتبل هستم و هر کاری که بخوام رو میتونم انجام بدم. کاری که ما اینجا میخوایم انجام بدیم یه شبیه سازی حمله ای هستش، حمله ریورس شل یا همون ریورس TCP. حالا به یه شکل دیگه اینجا انجامش بدیم. روی اون کنسول قبلیمون ما الان به دستگاه تارگتمون وصل شدیم و روی دستگاه تارگتمون هستیم. میایم روی خود کلی یا دستگاه اتکر این دستور رو اجرا میکنیم. این دستور به چه به این شکل هستش و به این معنی که شما بیا پورت 5555 رو باز بذار و لسن کن، گوش بده به incoming request ها که توضیحات بیشترش رو توی داکیومنت قرار دادم. وقتی شما این کار رو انجام میدین الان دستگاه کالی داره لسن میکنه، منتظر این که یه درخواستی بگیره و ما میتونیم با استفاده از این باین شلی که اینجا داریم، این شلی که ما از دستگاه تارگت گرفتیم، وصل بشیم به دستگاه کالیمون. یعنی عملا داریم یه حمله ریورس تی سی پی رو شبیه سازی میکنیم، حمله ریورس شل به اصطلاح. خب اونجایی که به بایند شل و یا دستگاه تارگتمون دسترسی داریم، این دستور رو مینویسیم. و هم دستور باید خودم بنویسم. خب، مینویسیم از نتکت استفاده کن، وصل شو یا یه ریکوست بفرست به دستگاه کالیمون. اگه یادتون باشه دستگاه کالیمون ادرس آی پیش این بود. بعدش آره به این
آی پی و به این پورت میگه به این پورت و آی پی وصل شو و یه شل به دستگاه اتکر بده. من چک کنم ببینم درست نوشتم یا نه. بله درسته. خب وقتی این دستور رو اجرا میکنیم بریم روی کنسولمون میبینیم که بله ما اون درخواست رو از دستگاه ماشین دریافت کردیم و به راحتی میتونیم به دستگاه ماشینمون دسترسی داشته باشیم. خب حالا شما بگین خب این همه کار انجام دادیم ما توی همین با این شل اینجا هم به دستگاه تارگت دسترسی داشتیم. خب فرقش اینه که ما این توی این قسمت وقتی که با اه، این دستور وصل شدیم عملا روی دستگاه تارگت هستیم، روی متاسپلویتبل هستیم. و خب حالا این دستگاه متاسپلویتبل یا این تارگتمون میتونه بعدا یه فایروالی رو اجرا کنه و یا چه میدونم یه تغییراتی رو انجام بده که این دسترسی ما به اون دستگاه تارگت قطع بشه. ولی وقتی شما اه، وارد دستگاه تارگت شدین و به دستگاه تارگت گفتین که بیا به دستگاه اتکر وصل شو، دیگه اون بحث فایروال و اینا مطرح نیست، چون کانکشنمون از طرف دستگاه تارگت به سمت دستگاه اتکر هستش و دیگه فایروال و چه می‌دونم اینا واسه ما مزاحمتی ایجاد نمیکنه و مدیریت این کانکشن واسه اتکرام خیلی راحت تره. دستور ls هم بنویسیم مثل همیشه چک کنیم که واقعا دسترسی داریم یا نه. بله میبینیم که دسترسی داریم. این هم ارائه متاسپلویتبل 2 و کالی و فریمورک متاسپلویت هستش. من این لینک داکیومنت نوشن رو بازم توی دیسکریپشن قرار میدم. اگه خواستین در مورد نتکت و چه میدونم اینکه ما چرا این کار رو انجام میدیم میتونید توی داکیومنت دربارش بیشتر مطالعه کنین یا خودتون میتونید سرچ کنین. و مثلا یکی از مشکلاتی دیگه ای که به جز فایروال وجود داره بحث نت هستش، NAT و پورت فورواردینگ. نت میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که شما اگه یه کانکشنی رو از خارج دریافت کردین، اگه این ریکوایرمنت ها رو نداشت من این کانکشن این ریکوست اصلا در نظر نمیگیرم، این واسه من مهم نیست. و خب شما اگه یه اتکر باشین این نت میتونه واسه شما مشکل ایجاد کنه. ولی وقتی شما یه درخواست از سمت دستگاه تارگتتون به دستگاه اتکر فرستادین دیگه نت فایروال و اینا واسه شما مشکلی رو ایجاد نمیکنه. و همین دیگه، خسته نباشید.